خوش اومدید به این ویدیو. این اولین ویدیو کانال من هستش و امروز قراره که با رنگ سبز و سفید از فروشگاه خرید کنیم به همراه آقا طاهر گل. سلام، خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم لذت ببرید. برو که داشته باشید. آقا ما رسیدیم، تقریبا یه 2 دقیقه دیگه میرسیم فروشگاهش. بریم اونجا بعد ببینیم چی میشه دیگه. بالاست آقا، از اینا کم کم داریم میرسیم پایین. اینجا ورودیشه، بریم برسیم. خب اول قسمت اول تنقلاته. خب باید دنبال تنقلات بگردیم تا تنقلات سفید پیدا کنه، من سبز. بریم که داشته باشیم. ما رسیدیم، بریم برداریم. تا سفید برداره داره این میگرده. ببینیم چی ببینم. سفیده. قبوله. من باید دنبال سبز بگیم. آخه سبز نیستش داداش. نه نه اون سبز نیست. سبز باید ببینیم دنبال سبز چی میشه گرد. هیچی نیست سبز واقعا. همونو بردار حساب حرف نزن، باید ویدیو دقیق باشه. این برم باید ببینم. اون سبزه؟ اون سبزه؟ نه اون سبزه. یه چیز سبز پیدا کردم بچه ها. این سبزه. همین؟ من چقدر کم برداشتم. بازم برده دیگه تو. من؟ آره تنقلات باید زیاد باشه. اون بر چیپس هست ها. چرا چیپس بر نداریم؟ چیپس؟ آره سبز داره. آقا ما میریم سمت چیپس سبزم پیدا کردم. لیمویی آخه. اوه بردار. اینم دیگه نیست. لیمویی کی میخوره؟ سفیدم هست ولی تاها از اون ور انتخاب کرده. تا از اینا نمیخوای سفیده؟ سفیده یا از اون یکی ها میخوای؟ نه ماسونوسیره. خب تو کدوم میخوای؟ من مجبورم دیگه اینو بردارم. همینو بردار. سبز تاها از اینا بردار. از این سفیده. خب بریم سراغ آب میوه. من واسه آب میوه آیس مانکی پیدا کردم ولی تاها پیدا نکرد چون بین اینا سفید نیست. این هست ولی صورتی به نظر میاد. نه سفیده. آقا این صورتیه تا. سفیده. صورتیه. اینو بردار. سبز تو. بذار سبز رو آیس مانکی سبز. ببینیم تا چی برمی‌داره. تا با سفید برداره. اون سفید قبوله. سفید. چرا اونو برمی‌داره؟ یه طعم دیگه برده تا. بازون هم پیدا کردیم. کوچیک‌ها. تا بعد سفید داره. من سبز رو پیدا کردم. حدودا سبز رنگه. یواش بس. خب این سبز حالا تا هم باید برداره. اینو برداشت. سفیده. همه چی حالا سفید کامل که نمیتونم یه رنگی توش هست. همه چی سفید آره نیست دقیقا ولی حالا 70% میامد باید سفید باشه. واسه تا هم سرکه برداریم. سفیده. سرکه بخه این ور اصلا چیزایی چیز نیست. برای تنقلات نیست. باید بریم سمت اون ور. از اونجایی که من اون ور شکلات برداشته بودم تا برداشته بود مادم تا هم برداره سفید. سفید حساب میشه این. نه ببین نصف نه نمیدونم سفید هست این پایین سفید هست. اینو بردار برونه. نه بردار شوخی کنه بردار. نه بابا نمیخوام همه خوبه. آقا اینو سفید حساب کنیم. این سفید برو. حالا باید بریم اون ور. آقا الان تنقلات رو برداشتیم داریم میریم سمت سرگرمی ها و بازی و چیزا. واسه من باید سبز بردارم واسه تا هم که سفید. بریم که داشته باشیم. ما داریم میرسیم اینجاست. ما رسیدیم بخش سرگرمی ها بازی. تاها باید سفید برداره منم که باید سبز.
خب بعد ببینیم چیا هستش. آقا تا بزرگ منی بزرگ چپ گل رای سبز اصلا پیدا نمیشه. بعد ببینیم چی هست چی نیست. عروسکی هم که فکر نکنم عروسک حساب که چیز سفید واقعا نیست. محصمینم توپ هستش، توپ سفید و سبز هم هست حتی. ولی توپ ها یه چیز سرگرمی حساب میشه آقا. خدا حساب میشه تا نه بعد بریم اون ور نیست. اون ور تا بیا توپ جزوشون نیست. آقا تا اینو پیدا کردیم انتخاب بودیم یا نه چیزای بهتری هم هست. آقا تاها رفتش اونور، من اومدم دوباره همین بخش بازی ها حداقل عروسکی چیزی بگیرم. هیچی نیستش. این لاک‌پوشا هستش ولی به درد نمیخوره. هیچی پیدا نمیشه آجی سبز باشه. نمیدونم چرا سبز انتخاب کردم. واقعا چه سبز انتخاب کردم. بعد ببینیم چی میشه دیگه. اصلا واقعا هیچی پیدا نمیشه. من نمیدونم چی بردارم. یا از این مکعب دوتایی ها میخوایی تا از این مکعب ها دیگونه زدی اساسی رو این لگوه هست سفیده. تا میخوایی اینو؟ ولش کن ولش کن. لگو برداریم یه 5 تا لگو برداریم. لگو سبز من پیدا کردم. چی خیلی سبکه این لگو سبز. نه یه دفعه آقا بگی بگیرم اینجا انتخاب شد. آقا من وسیله‌مو انتخاب کردم، منتظرم تاها انتخاب کنه. ببینیم تاها چی انتخاب کنه. ببین تا نبوده اومدم همینو گفتم اینو میخواد کنم ولی دفتر تو سختانیان مثلا اینجوری نمیشه. میتونی تو شادداشت کنی خاطره تو دیگه درستون باشه واسه من. یه بریم تاها سورپرایز تاها پیدا کردم. تاها سورپرایز تاها اسمش چی هست؟ جایزه حاوی چند جایزه بی‌نظیر داخل دسته. میخوای یه دونه از من بگیری؟ سورپرایز تاها پیدا کردم. ببینش 139 میخرم واسط میخرم. یاد ندارم سفیدم داره دیگه خدایی. نه آقا نمیشه سورپرایز تاها. اصلا اینم سفید داره آقا توش. خب اینو واسه تاها میخرم. بیا سورپرایز تاها رو واسه تاها خریدم. من تو مثلا این چیزی پیدا میشه سبز سفید یا نه. بعد این بخش میریم بخش غذا. من به غذای سبز پیدا کنم تا به غذای سفید. ویدیو اول کاناله ولی اگه میخواید ویدیو چی میگی تو وسط حرفای من؟ لواشک سفید اینطوری واسه من سبزشو پیدا کنم. پیدا کردم لواشک سبز. فیلمه داشتم حرف میزنم تا آقا این ویدیو اولمونه، ویدیو اول کاناله. خب اگه میخواید ویدیو بعدی با حروف و کلمه بیایم خرید کنیم یعنی مثلا با ب میتونیم بیایم بستنی بخریم، باید با حروف باشه. لایک کنید، ساب کنید، حمایت، کامنت یادتون نره. ممنون. این تاها ما رو کشت. میخواد انرژیزا هم بخره. انرژیزا سفید رو ببین چه شناسی داری تو. سبز نیستش او سبز هست خرابه سفیدش. یا از اینا لایف ها بردونیه لایف استا برداشی. بینم سبز هستش واسه من. الان تا شانسه این سبز حساب میشه تا؟ نه آقا یه خدایی پالش سبزه. نه حساب میشه. نه نمیشه. اون شکلاته نمیشه. من واسه تو حساب کردم. بذار نمیشه. آقا حتی این چی پوستش هم سبز دیگه. بذار حساب کنم. من حساب میکنم. این سبز تا الان اینا خریدامونه. بریم سمت غذا دیگه. بریم سمت غذا ببینیم چی پیدا میکنیم.
برو بریم. آقا ما رسیدیم سمت غذا. به از این رفت شروع میشه ساندویچ آماده بخرم ولی تا میتونیم از این رستوران هم بگیریم. اینجا غذا آماده هست. دسر میخوای؟ دسر سفید هست ولی سبز نیست. سالاد هم هست. من این سالاد کلمه رو برداشتم یه ذره سبز رنگه. خب ماسوخیار توش سبز رنگه. این ماسوخیار هم سفیده. تا میتونه میخوام. آره خب تاها من یه ماسوخیار برداشتم. منم یه دونه کلم برداشتم. با تا گرفتم همونجور که گفتم نمیذارن اینجا ویدیو بگیرید. این پیتزاه خب هم سفید داره هم قرمز. چرا سس قرمز زدی؟ آقا اینم خرید ولی من نمیذارم اینو بخوره خب چون این نارنجی اصلا یه سفید یه ذره داره ولی من قبول نکردم. خب اینو تاها سس قرمز زدی نخور ولی بخور اشکال نداره بخور. آقا ما میریم اونور فیلمو شروع می‌کنیم. اینجا نمیذارم. خدا نگهدار. این سورپرایز تاها رو گرفتیم. الان اومدیم واسه راه نکن تا اومدیم بالا. خب نمیذاشتن اونور ویدیو بگیریم. برای همین اومدیم بالا تا با کنه ببینیم چی داره. با آقا یه دونه استنو با کن بده من. نه آقا این چی داره؟ با الان نمیشه 200,000 تومان فقط همین یه دونه داریم. کلاس باشه. چی داره توش؟ چیه؟ ماشین باورم نمیشه 200,000 تومان پول همین دادیم. همین؟ آره تا همین؟ بابا هیچی توش نداره یعنی؟ شوخی میکنی تا؟ باور کن مدل ماشین داره. همین یه دونه با این لیوان شد 200,000. بیا فیتا بدبخت خراب کردی. اصلا رو بزن. لیوانش هم مدل چیه؟ ما نمیشه. باشه عزیزای دل لیوانهاش نازه تا آقره 200,000 با بین پنک یه دونه ماشین رو یه دونه لیوان واسه شما اصلا چیز خوبی نیست. حداقل بیا واسه من چیه؟ لگوه؟ آره خدا رو شکر لگوش خوبه. این یکو داره باز حالا واسه من یه چیزی من ارزونتر خریدم. بگی داری ازم من میگیری؟ نه هر لگو ارزونتر گرفتم. حداقل 50 تومان گرفتم. حالا باز کنم چیه توش؟ لگو دیگه. ببینم آقا راستی من یه لگوی دیگه هم گرفتم ولی خب اون شانسی نیست واقعا لگو. از این لگوی چرت و پرته باش میتونی خونه برسیم. چرت و پرت. آقا یه چیز گرون خرید ولی من عقلم کار کرد. خب یه لگو خریدم که اصلا نمیرسه لگوه. خب ولی اینم خریدم. اینم خودش لگوه. از این که چیزی که فکر می‌کردم کوچیک‌تره یه سازم ببینم چیه. مثلا 70 تومن پول اینو دادم من بگیر یه دست بهت. حکم انقدری این 70 تومن پول اینو دادم. کوچیک مگه باری مثلا. اینم از لگومون ساختینش. این تفریحمون بود و حالا غذاها و خوراکی ها مونده. احتمالاً که نتونیم همشون بخوریم باید بریم خونه نصفشو. حالا الان بهتون من اینم خریدم. خب سبز لجنیه لجنی. خب واسه من که قرمزه خدایی حالا از روی مشماش قرمز دیده میشه ولی سبز لجنیه. یه دفتره من خریدم افتخارا رو همیشه بنویسم توش نظم داشته باشه. اینم سبز مشکی بود ولی خب اون باکس های 16 تاییش بود اون کلش سبز بود. به خاطر اینو برداشتم چون سبزه اینم سفیده انرژیزاه. بذار این چیپس تاها که سفیده اینم چیپس من سبز بود. اینا
با هم گرفتیم. این لیموناده هم سبز بود من گرفتم. این آب میوه سفید بود تا گرفت، البته سبز و سفید داره ولی خب خریدامونو کردیم. الان هم داریم میریم خونه. خب اگر خواستید، این اولین ویدیو کانال بود، اگر خواستید دوباره ویدیو بذاریم این دفعه با حروف الفا دیگه با رنگ نیست. این دفعه من و تا با رنگ رفتیم، تا سفید بود من سبز، ولی دفعه بعد با حروف الفا میایم اینجا ویدیو میگیریم. اگر میخواید حالا لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. دمتون گرم. خداحافظ. اون زنگوله رو هم بزنید فعال شه. خداحافظ.